شام بخیر تماشابینان عالی قدر تلویزیونی آسیا و اینچنین یوتیوب کانال دلنوزا کریمووا. مخصوصا این برنامه است که وابستگی دارد با موسیقی زنده و در این برنامه هم موسیقیچیان و هم سرایندگان می‌بیایند صنعت موسیقی تاجیک را باز هم بالا میکنند. دوستان عزیز، дамы и господа, дорогие друзья, ladies and gentlemen, my dear friend, меҳмони нахустини барномаи мо Қутбиддин Раҷабзода, маромад. شما بخیر میگم با کلی تماشاگران عالی قدر هم تلویزیون آسیا و هم اینچنین از سامانه اجتماعی که ما رو تماشا میکنند یوتیوب کانال دلنوزا کریمووا. مخصوصا این برنامه است که وابستگی دارد با موسیقی زنده و در این برنامه هم موسیقیچیان و هم سرایندگان می‌بیایند اشتراک میکنند و مقصد اساسی تشکیل کردن این برنامه پیش بردن موسیقی معاصر تاجیک است و ما دعوت کردیم سراینده جوان قطب‌الدین رجب‌زاده. ما شما را پیش از همه خوش آمدید میگم به این برنامه. تشکر عزیز. اولا سلام میگم به شما و به کلی حاضرین و به تماشاگران برنامه شما. سلامت باشید. تاب و ذوق شما چقدر است وقتی که مثلا با موسیقی زنده آغاز میشد برنامه؟ فکر میکنم بهترین بغیر از کلمه بهترین بردارم که یگان کلمه نیست که باشد. البته ببینید اگر نگاه کنیم شما سال 2012 کالج صنعتی به نام صادرخان حافظی که در شهر خوجند واقع است ختم کردید و اگر امروزینه فعالیت شما را نگاه کنید در کاخ فرهنگی سعودیان در انسامبل باربد است و سوال همین گونه است که مقصد اساسی سراینده شدن شما در چی بود؟ تشکر دوستان. خب من فکر میکنم که وقتی که خب هر یک انسان به دنیا میبیاید و خب در دل خود یک مقصد و یک مرام و یک کسب خود را میپرورد و این کسب سرایندگی در کوچکی در خردی در دل من بود. من همیشه آرزو میکردم که صنعتکار شوم و امروز خداوند به آن آرزویی که در دل من بود در دل کودکی من بود خداوند به من آن آرزو را رسانید و من امروز شکرانه میکنم که در بسیار صحنه‌های کلان هنرنمایی میکنم برای مخلصان خود برای با همین آرزویی که در کوچک خود میپروردید البته رسید. سلامت باشید. گفته میتونید که تو امروز چند آهنگ ایجاد کردید؟ خب سال 2011 من اولین سرودهای خود را ایجاد کردم و تا امروزه من زیاده از 35 سرود ایجاد کرده برای مخلصان پیشکش کردم. از سال 2011 تقریبا 10 سال میشه تا 2021 همگی 35 سال. خود بدید شما ترانه شما بسیار کلی صنعتی مشهور کردید که در شهر خود شما بسیار دوست می‌دارید اون ترانه رو و امروز فعالیت شما اگر نگاه کنیم البته من خب گفته نمیتونم که کدام سرودی من امروز من فکر میکنم که هر یک ایجادکار هر یک صنعتکار خب سرودش امروز خب هر یک سرود ایجادکار من فکر میکنم که هر یک صنعتکار هر یک ایجادکار البته من فکر میکنم وقتی که من سال 2011 انتخاب میکنم البته در آلبوم اولین خود یک سرود خوانده بودم با نام ناز مکن صحنه خود دخترک من فکر میکنم که میپرورد خود دوست می‌دارد مخلصی خود را پیدا کرده بود یک شنونده خود را پیدا کرده بود و امروز خب من سال 2020 یک سرود نو ایجاد کردم با نام عاشقی زرگرین. البته من فکر میکنم اون سرود برای خودی من نیست پسند است. من فکر میکنم که اون نیست برای مخلصان پسند است. ترانه عاشقی شما واقعا هم باردارم که یک ترانه خوب است و ما میتونیم که در این برنامه با موسیقی زنده حتما این ترانه رو بشنویم. خب سوال با موسیقیچیان است. ما با موسیقیچیان سپورت میتیم. یک سوال است که سهراب بردیев اون نفری که در سینتزاتور است. خب ما پیشنهاد میکنیم یک ترانه از احمد ظاهر ترانه بی‌وفا یارم و ترانه رو آغاز میکنند سهراب بردیев و با همراهی استاد بختیار بیانی آغاز میکنند و بعدا دیگه موسیقیچیان بعدا یک جا میشن و ترانه رو 4 مصرع قطب‌الدین میسرن. خب مرحمت اگر سهراب بردیев آماده باشن. بی‌وفا یارم کرده غم بارم بشنو
آشنا از دلی زارم به وفا یارم کرده غم بارم بشنوی آشنا از دلی زارم روز و شب ناله ها عشق و خون پاره ها سینه پر ز خون من ز غم نالم روز و شب ناله ها عشق و خون پاره ها ز خون من ز غم نالم به وفا یارم کرده غم بارم بشنوی آشنا از دلی زارم بشنوی آشنا از دلی زارم احسن تشکر هم برای شما هم برای موسیقیانی که در حال خیلی موسیقی فورمو کنید سلامت باشید خود بدین شما برای ما بگوید که کدام ژانر موسیقی را شما بیشتر دوست می‌دارید خب البته در کوچکی در دل من تنها ژانر استرادا بسیار جوش میزد به من بسیار معقول بود و من تا امروز تنها ژانر استرادا را انتخاب کردم دوست می‌دارم و خب کم کم سرودهای خلقی نیز میخوانم دوست می‌دارم بسیار سرودهای خلقی را خواندنش اساساً ژانر استرادا البته استرادا برای من سلامت باشید خود بدین کدام سرانگو رو بسیار گوش میکنید شما البته هر یک ایجادکار من فکر میکنم که تا یک مکتبی استاد را گوش نکند و فکرم ایجاد نمیکنه و من تا امروز گوش میکنم سرودها از استادان شادروان کرامت الله قربان احمد ظاهر و امروزه صنعتکاری که من گوش میکنم اونی صدرالدین نجم‌الدین است بسیار سرودهایش را گوش میکنم از سرودگان حاضر فقط صدرالدین دیگر گوش نمیکنید البته گوش میکنم بسیارتر پسند صدرالدین البته صدرالدین میشد که این لحظه از ترانه‌های گوش میکنید شما از صدرالدین به موسیقیچیان فقط با صدای زنده بهر تماشا بینید خب دل ز غم‌های تو در میگیره ازلم دیده تر میگیره دل ز غم‌های تو در میگیره ازلم دیده تر میگیره کاش روزه بشوی پزمانو زندگی رنگی دیگر میگیره گل ناز بیا همدم و همراز منم افتونیان چشمای پر ناز بیا یارم گل ناز بیا همدم و همراز منم افتونیان چشمای پر ناز بیا یارم گل ناز بعد ترانه گلناز رو خوانم باید گلناز بنشون بیاد خب باشد خود بدین شما گفته میتونید که تا امروز آهنگایی که ایجاد میکنه با کدام بسته‌کاران است با کدام بسته‌کاران بسیار همکاری میکنه آهنگسازا البته بسیار خوب امروز شکرانه میکنیم که بسیار بسته‌کارانی خوب بهترین داریم در ولایت در جمهوری و امروز بسیار بسته‌کارا وقتی ما همکاری کردیم با فردوس تیمرو و دیگر بسته‌کاران مومنجان رونو و امروز ما خب گفته میتوانیم که بسیار خرسند شدیم که امسال خب با کاخ فرهنگ ما یکی از بسته‌کاران بهترین ما بسته‌کار بهترین ولایت زین‌الدین کریموف اکای عزیزی ما
آمدن و امروز خب ما همکاری را انشاءالله خب آغاز کردیم با اکای عزیز و خب من فکر میکنم که بسیار خب یک چیزی خب یعنی که یک همکاری بهترین میشود با اکای عزیز. ما سلام میرسیم با زنده کریموف که در پشتی همین کامری که شما تماشا کردید هستند. سلامت باشند همیشه. خوب گفتم میتونید که آهنگایی که شما میخونید بعد بهر تماشابینان در توی‌های که در کلیپ ها علاقه ترانه که ایجاد میکنید بسیارتر ترانه شما با کدام نوت است اصلا با کدام نوت شما ترانه میسازید؟ هر یک ایجادکار هر یک صنعتکار من فکر میکنم که با هر گونه خب نوت سرود میخواند و امروز من بسیاری سرودهای خود را ایجاد بکنم و در توی و در معرکه ها میخوانم با خب نوت لیا البته. لیا. سلامت باشید. تشکر. انا اکنون ترانه دوم شما چه ترانه است مرحمت معرفی کنید؟ تشکر. اینجا ما دوم ترانه را آماده کردیم با نام دلازارم. این است ترانه نو هست، نو ایجاد هست، شعر از استاد لایق شیرعلی و آهنگ برادر عزیز ما سنجری عبدالملک. این کلیپ ترانه دارد یا نه؟ البته این کلیپ ترانه ندارد. نو است ترانه؟ البته. مرحمت تماشابینان ما تماشا میکنیم و پس از ترانه باز هم برمیگردیم روی همین استال و برنامه رو ادامه میدیم. مرحمت. الو دختر ببوسیدم لبانه با دست خود ببافتم کاکلانه اگر یک تاری مویت کم بیاید اگر یک تاری مویت کم بیاید تمامی مال و ملکم از براید تمامی مال و ملکم از براید ای دل آزارم دیگر میازارم در گزاریش فقط تو رو دارم ای دل آزارم دیگر میازارم در گزاریش فقط تو رو دارم گمانم شد نصیبم اختریش دلم شد در هوایت کفتریش بنامد نامه ایشان نمودم بنامد نامه ایشان نمودم روان کردم به بالی کفتریش روان کردم به بالی کفتریش ای دل آزارم دیگر میازارم در گزاریش فقط تو رو دارم ای دل آزارم دیگر میازارم در گزاریش فقط تو رو دارم از آن دم در خیالی من تو باشی و باقی دل نهالی دل تو باشی منم به تو چو مرغی به پروبان و اوج عشق بالی من تو باشی و اوج عشق بالی من تو باشی ای دل آزارم دیگر میازارم در گزاریش فقط تو رو دارم ای دل آزارم دیگر میازارم در گزاریش فقط تو رو دارم در گزاریش فقط تو رو دارم در گزاریش فقط تو رو دارم. تشکر زیاد میگم. در حقیقت ترانه عالی بود. سلامت باشید. دیگه صدای شما خسته نگردد و با موسیقیچیان هم تشکر زیاد میگم. ما ادامه میدیم برنامه روز ساز که وابستگی دارد با موسیقی زنده و سوال نوبتی ما مخصوصا با موسیقیچیان است که در اینجا یکی از موسیقیچیان زبردست صنعت تاجیک بختیار بیانی هستند. استاد ما شما را خوش آمدید میگم و سوال همین گونه است که برای در حقیقت پروفسیونال شدن موسیقیچی باید چیکار کند؟ مرحمت سوال برای شما.
تشکر. برای پروفسیونال شدن باید که خیلی مشق باید کرد، استادای خود رو گوش کرد و از خود زیاد پروفسیونال ویرتوزها رو بسیار شنوید. تشکر زیاد میگم. شما رو پیش از همه خوش آمدید میگم به این برنامه و بیاد یک موسیقی نوازنده نکن برام اینجا. سلامت باشید. تشکر زیاد. ما ادامه میدیم و این لحظه برای شما برای قطب‌الدین ما پیشون میکنیم یک چند مصرع از مولانا است. این شعر است. شما همین لحظه در این صحنه با این مصرع‌ها آهنگ میبندید و مرامت میخونید. خب در اینجا الان نوشته شده است شعری کدام شعر است؟ مرامت. شما میتونید مصلحت کنید با موسیقی چون اینش هم است. خب مرامت. بیا تا قدری دیگر بدانه کی تا ناگه زیک دیگر نمانه چو مومین آینی مومین یقین شد چرا ما با آینه رو گردانیم زنده باشه. کریمان جان فدای دوست کردند، کریمان جان فدای دوست کردند. سگی بگذار ما هم مردمانیم، سگی بگذار ما هم مردمانیم. سلامت باشید. تشکر زیاد میگم. بیاد یکون تیت برای من. خب ادامه میدیم. شما همچون سراینده جوان با اسلوب کدام سرایندگانی که استادان سنتی ما بودند با کدام مکتب سنتی خود را ادامه داده شده؟ البته ما خب از رفتی برنامه گفتیم. من فکر میکنم که امروز خب من مکتبی رو انتخاب کردم، مکتب استادان خب استادان روحشان شاد باد استاد کرامت الله قربان و احمدی ظاهر است. مکتب کرامت الله قربان و احمدی ظاهر. سلامت باشید. ترانه سیومی شما در این برنامه چی است؟ ما یک ترانه نو یعنی که 2021 آماده کردیم اینجا خب با خب دستگیری اکای عزیز زیندین کریم و با همه دستگیری همین نوازنده ها سرود نام دارد جلوه مکن. شعر خلق است و آهنگ خلق است. جلوه مکن ترانه رقصی است. البته. تماشا بیاد با هم رقص میکنیم. ترانه جلوه مکن از قطب‌الدین رجب‌زاده در برنامه موسیقوی روزی ساز. مرامت تماشا میکنیم و پس از چند ثانیه باز هم برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم. جلوه از بام مکن صبحیم و شام مکن، جلوه از بام مکن صبحیم و شام مکن. من که شیدای تو هستم مرا بدنام مکن ای دلارام مکن. من که شیدای تو هستم مرا بدنام مکن ای دلارام مکن. صوبتی منزلم سوی تو یار جان، کمر بندم زیگه سویت نگار جان. همه وقت
جلوه از بام مکن صبحی ما شام مکن جلوه از بام مکن صبحی ما شام مکن من که شیدای تو هستم مرا بدنام مکن ای دلارام مکن من که شیدای تو هستم مرا بدنام مکن ای دلارام مکن عزیزم طاقتی من تا گشته است دلم با دیدنت مشتاق گشته است که هرچند میکنم صبر و قناعت کتاب صبری من اوراق گشته که هرچند میکنم صبر و قناعت کتاب صبری من اوراق گشته جلوه از بام مکن صبحی ما شام مکن جلوه از بام مکن صبحی ما شام مکن من که شیدای تو هستم مرا بدنام مکن ای دلارام مکن من که شیدای تو هستم مرا بدنام مکن ای دلارام مکن من که شیدای تو هستم مرا بدنام مکن ای دلارام مکن таронаи ҷилвамакон буд аз Қутбиддин Раҷабзода. баҳри тамошобинони азиз саломат бошед ва ин лаҳза ин бахши охирони барномаи мо аст. боварданам ки ин бахш нисбатан ба дигар бахшҳо бозам ҷолибтар аст, зеро дар ин бахш шумо бояд чун анъанаи халқи тоҷик бо лаганча шумо баҳри тамошобинон бояд якчанд мисра тарона сароед. марҳамат, ин барои шумо аст. хуб мешавад. тамошобинон барои шумо боҳогузор мекунам баъди тарона сароидан. марҳамат. ای تو دختری تاقی دوز و من تاقی خرم ای تو جایی نشست داری و من ره گذرم ای یک بوسه اگر بر من دهاتی دهی یاره فردا صفتی نکیتم از شاه ببرم саломат бошед. ташаккур. мо идома медиҳем. Қутбиддин, шумо мехоҳед ки бо кадом саронандагон оҳанги ду овоза хонед? биёед. хуб, ташаккур. ва ман то аз соле ки эҷод кардам ва то имсола ман рости гап фикр накардам ки ягон кас ки дуэт мехонам ё ки дуэт месароям ва ягона суруди дуэте ки ман хондам инам соли 2018 бо бародари азизам Субҳиддин Раҷабдода аст ва ман фикр намекунам бо ягон санъаткор яъне ки дуэт мехонам ё ягон суруди дуэт эҷод мекунем ва хуб мо имсол соли 2021 албатта ҳаракат карда истодем бо бародари азиз Субҳиддинҷон як суруди дигар бо номи бародар баҳри мухлисони азиз пешниҳод кунем. бо Субҳиддин Раҷабзода. албатта. саломат бошед. идома медиҳем. анакунун Қутбиддин, шумо ин лаҳза дар ин барнома бозам мо шуморо бозам зиқ мекунем бо тарона месароед. таронаи се миллатро. таронаи Русия аст, таронаи узбек аст ва таронаи эронӣ ё ки афғонӣ.
از هر چیز ترانه‌ای که دوست می‌داره. مثلا میشد که ترانه روسی رو بسیار گوش میکنید شما. هستن ترانه‌ای که پسند است، اون ترانه رو 4 مصرع. خب با موسیقی باشه، خب به موسیقی فرق نداره برای ما. خوب باشد و بسیار وقتی که توی معرکه ها میرویم برای مردم خدمت میکنیم بسیار یعنی که از ما درخواست میکنن سرودای روسی بسیار جورای دامون میخوان سرودای اره وای 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 بسیارتر همین رو درخواست میکنم. البته بسیار میخونم من توی معرکه ها میسرودم. سلامت باشید. ترانه انکون افغانی و که ایرانی فرق نداره. خب ایرانی یک وقتی که من دانشجو بودم سال 2010 بود خب یک سرود با نام اگه به تو نمیرسم من فکر میکنم که همون سال بسیار شنونده خود را داشت و اگر خیلی کوشش میکنم خونم. من ترانه ایرانی اگه به تو نمیرسم اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه نخواستم اینجور بشه این از بخت بد منه قطعه دنیا غم دارم اگه نبینمت یه روز چطور دلت اومد بری عاشق چشماتم هنوز. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر. ترانه آخران شما ترانه ازبکی. خب هر یک سوالی که شما برای من میدید این البته کودکی من رو به یاد میبیارد. من همه رو میخواستیم. شما من نمیدونم شما از کجا دلی من فهمیدید این سوال رو برای من پیشنهاد کردید و من وقتی که کوچک بودم وقتی که دانشجو شده به شهر خوجام اومدم بسیار سرودهای آزادبک نظربک را گوش میکردم بسیار من ترانه و از توی معرکه های مردم میخواندم و یگانه سرودی که مرا به خود جلب کرده بود این سرودی آنام بود یعنی آزادبک نظربکوف. آنام یعنی که مادرم. البته خب yarın ko'nglim qani to'saydi go'da qalbim didor qumsaydi sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi yarın ko'nglim qani to'saydi go'da qalbim didor qumsaydi sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi. سلامت باشید. زنده باشید. ترانه ازبک چون برکت ترانه فورم است. در تو میخونید ترانه ازبکی؟ البته بسیار میخونیم سرودای خب آزادبک ادا قلب ادا بسیار میخوانیم بسیار سرودای آزادبک نظربک. سلامت باشید. و در این لحظه اگر موسیقیچیان اومده باشند یا ترانه از استادان میخوانیم بعداً ترانه آخرین شما رو در این صحنه. ترانه از احمد ظاهر. لیلی 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 جون 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 دل من کردی ویران لیلی 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 جون 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 دل من کردی ویران سر قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی برمان سر قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی برمان از بالا باران آمد یارم به دالان آمد از بالا باران آمد یارم به دالان آمد یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش به گریان آمد یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش به گریان آمد لیلی 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 جان 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 دل من کردی ویران سر قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی برمان
لیلی 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 جان 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 دل من کردی ویران سر قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی بر ما چشمی سیاه زاغه مادر نبیند داغه چشمی سیاه زاغه مادر نبیند داغه مادر بیند نبیند وای وای عاشق نبیند داغه مادر بیند نبیند وای وای عاشق نبیند داغه لیلی 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 جان 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 دل من کرده ویران سر قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی برمان لیلی 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 جان 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 دل من کردی ویران سر قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی برمان احسن سلامت باشه میگم در حقیقت ترانه خیلی هم خوب بود بحری موسیقیچیان بازم تشکری زیاد میگم برای شما سوال آخر همین است که چرا ما مثلا موسیقیچیان هم سرایندگان هم در حقیقت موسیقی زنده نواخته میتوانند سرایندگان هم صدای زنده خوب دارن چرا در عمل تطبیق خیلی هم کم است سوال آخر ما برای شما تشکر دوستان من فکر میکنم که امروز هر یک صنعتکار هر یک ایجادکار کوشش کرده ایستاده است نظر به سالهای پیش بینگریم اگر خب بسیار کم بود سالهای پیش هم اجرای نوازش و هم خواندن زنده و من فکر میکنم که امسال علاقه بسیار شده ایستاده است میبینیم بعضی هر یک صنعتکاری که کنسرت خود را میگذارد در آنجا البته از آلبوم خود یک سرود زنده یا دو سرود زنده با طرز نوازش دارد من فکر میکنم که هست انشاءالله شده ایستاده است و میشود خدا خواهد آینده البته سلامت باشید و نکن احساس شما از این برنامه چی است در آخر بحری تماشابین مرحمت فیسخان و بعدا برنامه رو ما به انجام میرسونیم خب تشکری میکنم و خب دعوت نمودید ما را به برنامه خود و به تماشابینان شما تشکری میکنم بگذار یک برنامه عالی هست من فکر میکنم خب احساسات من چگونه است من خودم را یگان بار همه خیلی آزاد حس نکرده بودم سلامت باشید تشکر زنده باشید این بود برنامه موسیقوی رازی ساز که مخصوصا شما این برنامه رو تماشا کرده میتونید از تلویزیونی آزیا و اینچنین از سامانه‌های اجتماعی دلنازا کریمووا ابونه میشید و این برنامه ما رو باز هم تماشا میکنید برای شما تمامی خوشی‌های زندگی رو تمنا دارم برای اینکه از خاطر شما فراموش نشود دو نصیحت من با اورالی معروف همیشه سلامت باشید در زندگی موفقیت و همیشه با موسیقی زنده باشید خیر